سلام دوستان، خوش آمدید به کانال کدنویس و خوش آمدید بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما با شما میخواستیم درباره تگ دیتیلز حرف بزنیم که این نوشتش دیتیلز می باشد و برای چی استفاده میشه و در کدام حالت ها میتوانیم از تگ دیتیلز استفاده بریم. در element دیتیلز ما مثلا در وب صفحه خودمون یک قسمی از سوال هایی که مردم دادگیان و ما جواب همو را گردوندگیم، همو را گرفتگی گروه کردگیم. یک سوال در پایانش جواب، یک سوال در پایان جواب. همین را میخوایم یک شکل کوتاه‌تر نویسیم که مثلا در بالای سوال چخیم بعد جوابش نگاه کنیم، یعنی همین سوال دادگی انسان را. و همین را ما میتونیم با واسطه element details استفاده برده همین کار را انجام بدیم. حاضر ما در اینجا یک سایت روی کردم اینترنت که بسیار سوال داده همجا سواله برای اینکه سوالا را فکر نکنیم خما ندیل خما ننویسیم و اینجا تیارش بگیریم و برای همو این اینجا در ما سرلوحش هم میگیرم در وب صفحه خمان میگذاریم چه خطی HTML interview questions. وقتی که برمیگردیم چقدر که شما میبینید در اینجا چی شد، فقط از همه ایشک منو در اینجا یک سرلوحه داریم اینترویو کوشنز شد و از پایان ای وقتی که ما تگ دیتیلز اساسا بیاین خیلی کنیم یا را گرفته چقدر که در درس پیش ما مین سیکشن اگذاشته بودیم یک درون یک سیکشن در بزانیمش تا اینکه یک گروهی عدل نباشه و این را وقتی میمونیم ما در درون چی میشوم از ما را گیرم در اینجا سرلوحه همون میگذاریم در این سیکشن ها هر یک تا دیتیلز عدل چند تا که میسازیم همه را چیکار میکنیم مونده میگیریم. در درون دیتیلز ما با یک پاراگراف مینویسیم که در درون پاراگراف ما چیکار میکنیم جوابی سوالی که همجا داده گن what is HTML گفته گن و اینجا جواب شده گن این جواب همون میگیریم در درون پاراگراف میمونیم و وقتی که سخران میکنیم برمیگردیم چقدرش ما میبینیم در اینجا ما در چی پیدا شده یک دیتیلز نوشتگی پیدا شده. وقتی که ایرا جخیم در پایان میبینین جوابش میبره، وقتی که با جخیم بالا میره و محکم میشه و پنهان میشه و جای بسیار نمیگیره و هر وقتی که نیاز داشته باشیم بعد میجخیمش. نیک ما چیکار کنیم که با جای همین دیتیلز سوالی ما نوشته شده باشه. برای اول ما اینجا سوالا کپی میکنم و بعد برمیگردم به اینجا. در اینجا ما المنتی سامرای استفاده میبریم سامرای را و در درون این چیکار میکنیم سوال خمونه میگذاریم. وقتی سوالمون میگذاریم سخرند میکنیم برمیگردیم چقدر شما میبینین ما رقمش بگیرم اول چقدر شما میبینین در اینجا سوالی ما پیدا شده. وقتی در بالاش میچخیم چی میشه سوالی ما جوابش اینجا شده میشه وقتی محکمش میکنیم با پوشیده میشه و همین خیلی گرفته ما حاضی یک گروه ای سوالمونه چیکار میکنیم میسازیم یا تا دیگه میمونیم در اینجا دیتیلز و دیگه چیزا میگیریم what are tags دیگه در اینجا سوالا میگذاریم و بعد در اینجا جوابش گرفته چیکار میکنیم در پایان گذاشتن میگیریم و زیر میگذاریم و بعد در اینجا دوامی جواب میگیریم کم ترکش میگیریم و اساسا زیادی بعدش برای ما نیاز نیسته. اینجا یک پاراگراف دیگه گذاشتیم و بعد یکم پفتار میکنیم درسای پیشینمونه یک تا اوله میسازیم چه لیست دیدستین شما هم لیست هم ما در خمون میسازیم یک تا اوله میسازیم بعد لیست میسازیم در درونش چیکار میکنیم اول کانتنت اند هم نویسیم و بعد یک تا دیگه تکست و وقتی که برمیگردیم چقدر شما میبینید دیم سوالی ما هم پیدا شده what is HTML وقتی ایرا بچخیم فقط HTML جوابش نشون میده و وقتی که تکست بچخیم چیکار میکنه جوابی درونی تکست بده را جواب میده. یک چیزی بسیار خوب زیبا وقتی که اگر در وب صفحه‌مون استفاده بریم با فکر ما بهترینه اگر کوشش کنیم که جاهای درکاری فقط استفاده بریم نه اینکه هر جور دیگه پیدا شد بگیریم
همین دیتیلز استفاده بریم اینا برات بذاریم میکنم وبسایت ما را. برای همو باید کوشش کنیم که جاهایی که نیاز داریم و مانند هم خیلی جاهای سوال و یکم موضوع را شاید شما در اوجا با فهموندنی باشین همه حالت رو چیکار کنیم همین چیزا را استفاده بریم تا اینکه خوشرو شوه چی وبسایت ما. این چقدر که شما دیدین در اینجا در باید کردیم درباره HTML جواب شه همش خوشرو تافته. یک سوال دیگه میمونه و بعد چیکار میکنیم درشی دوام میدیم. آخران سوال در اینجا باید میکنم زیادی بعد نمیگیریم برای که فقط برای یادگیری و شما وقتی که خواستین برای خودتون بسازین چند قدری که شما میخواین استفاده برین بعد در اون حالت چیکار کنین استفاده برین بسازین وبسایتتون. در اینجا حاضر من اینا میگیرم برای که اینجا دیگه خیلی باید کردن در کار برای نخواسوره بعد درس آینده در بعد خوشتر با شما میفهمونیم یاد میگیریم. باز میریم وبسایت همون برمیگردیم سیم سوالمون هم هست do all HTML tags have an end tag. در اینجا چقدر میبینید جواب شده که میگن نه خیلی گپ نیست و امیدوارم که با شما درس معقول شد تگ دیتیلز با شما پسند آمد و یادش گرفتین چقدر باش کار کنین و امیدوارم که وقتی بخواین وبسایت خودتون رو بسازین میتوانین همین تگ استفاده کنین و وبسایت خودتون چیزایی که در این دیتیلز در کارتون نویسین با آسانی میتونین نویسن. و با همین درس امروز را به پایان میرسونیم تا درس دیگر خدا نگهدار.